داشتم غذاها رو میکشیدم که شوهرم وارد آشپزخونه شد. گفت چه خبره؟ این همه غذا درست کردی؟ مگه گاون؟ گفتم تو رو خدا داد نزن. میشنون. گفت والا مگه دروغ میگم؟ هرچی گدا گشته است میاد سمت ما. یهو خواهرم وارد آشپزخونه شد که سفره رو بچینه. استرس داشتم. استرس این که حرفامونو شنیده یا نه. سفره رو چیدیم. شوهرم بدون اینکه اول به خانوادم تعارف کنه با خشم و عصبانیت اول برا خودش کشید. 2 نوع غذا درست کرده بودم، اکبر جوجه و قیمه. در قبال سفره‌ای که اونا مینداختن هیچی بود. سالی 1 بار خانواده من میومدن خونم. به مامان بابام تعارف کردم. گفتم تو رو خدا بفرمایید چیز قابل داری نیست. شوهرم با دهن پر گفت اگه مرغ و گوشت قابل دار نیست چی قابله؟ و سر سفره کلی تیکه و متلک بارمون کرد. یه شام ساده رو چطور داشت به من و خانوادم زهر میکرد. داشت حالم ازش به هم. هیچ کس سیر نشد. غذا همه رو سفره موند. همه یکی یکی تشکر کردن و کشیدن عقب. خودم سفره رو جمع کردم. نذاشتم هیچ کس دست به ظرفا بزنه. هر کدوم به بهونه خداحافظی کردن و رفتن. وقتی که رفتن نشستم وسط آشپزخونه و زار زار گریه کردم. اومد تو آشپزخونه گفت چته؟ داری آبگوره میگیری؟ خانوادت اومدن ریختن خوردن پاشیدن؟ عوض تشکر کردنته؟ اگه زمان به عقب برمیگشت تو صورتش نگاه که نمی‌کردم هیچ جواب سلامش هم نمیدادم، چه برسه که بخوام باهاش ازدواج کنم. خواستم بهتون بگم با مرد بی پول ازدواج کنید ولی با مرد خسیس و بد اخلاق ازدواج نکنید که هر لحظه آرزوی مرگ میکنید.